میخوایم هدف گذاری به روش اسمارت رو با هم دیگه ببینیم چی هست. یک هدف وقتی میخوایم هدف گذاری کنیم باید این 5 تا ویژگی رو داشته باشه. هدفمون باید مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، قابل دستیابی باشه، مرتبط باشه با هدف کلی زندگیمون، دارای زمان مشخص باشه. مشخص بودن یعنی چی؟ هدف باید دقیق باشه، نه کلی و مبهم. خیلی از ما میگیم من میخوام پولدار بشم، من میخوام موفق بشم. اینا هدفهای مبهمیه. باید هدف کاملا مشخص باشه. ببینید اشتباه، من میخوام موفق بشم، این واقعا مبهمه. درستش چیه؟ من میخوام فروش محصولات خرما رو افزایش بدم. من اینو بر اساس بیزینس خودم نوشتم، کاری که میخوام انجام بدم، هدف گذاری که خودم برای خودم دارم. خب پس هدف من اینه که میخوام فروش محصولات خرما رو افزایش بدم. این میشه هدف مشخص، دقیق، بدونم میخوام چه کاری انجام بدم. خیلی نکته مهمیه. وقتی هدف مبهم باشه ذهن نمیتونه براش برنامه‌ریزی ایجاد بکنه. میگن وقتی میخوام موفق تو چی؟ خوانندگی، بازیگری، توی چی میخوام دقیق موفق بشم؟ باید دقیق مشخص باشد. چه کسی من میخوام، چه چیزی، خب چه چیزی، خرما، کجا، توی جیرفت، محل، چرا اصلا، چون به این کار علاقه دارم، چطور، با تولید محتوا و معرفی کار. خب هدفمون رو باید توی این پارامترها پیاده سازی کنیم تا کاملا مشخص باشه که میخوایم چی کار انجام بدیم. مثال واقعی، میخوام زندگی سالمتری داشته باشم. یه هدف مشخص نیست. زندگی سالمتر از چه نظر؟ ورزش کنم، سالم بخورم، رژیم غذایی، الکل مصرف نکنم، سیگار و دخانیات مصرف نکنم. دقیقاً زندگی سالم یعنی چی؟ تعریف این زندگی سالم از نظر خیلی‌ها فرق میکنه. خب ما باید کامل مشخص کنیم. میگم میخوام دیگه نوشابه‌های قنددار و گازدار مثل کوکا و پپسی رو نخورم یا کمتر بخورم. این میشه یه هدف مشخص. خب کامل ذهن متوجه میشه که میخوام چه کاری انجام بدم، به کجا برسم. من میخوام صادراتم رو زیاد کنم. برای شما مثلا من میخوام فروشم رو زیاد کنم. من میخوام حسابدار بهتری باشم. من میخوام طلای بیشتری بسازم. من میخوام مامان بهتری بشم. من میخوام بلاگر بهتری بشم. من میخوام اینا مبهمه بچه‌ها. باید ریزش کنید. باید دقیق باشه. خب مشخص، وقتی میگیم هدف مشخص یعنی این شکلی میخوام صادرات خرمای مضافتی رو به بازار امارات شروع کنم. این الان هدف مشخصه. من کامل میدونم میخوام چیکار کنم. میخوام این خرمای مضافتی که توی جیرفته رو بفرستم امارات. این برای من میشه یه هدف مشخص. بریم اسلاید بعد لطفاً. قابل اندازه گیری باشه. دومین ویژگی هدفمون باید این باشه که چی؟ قابل اندازه گیری باشه. باید بدونی پیشرفت تو چطور اندازه میگیری. مدل اشتباهش میخوام مشتری بیشتری داشته باشم. خب چطوری؟ مشخص کردی؟ نه. میخوام مشتری اصلا قابل قبول نیست. اصلا قابل قبول نیست. باید مشخص کنیم. میخوام تعداد مشتریان خارجی رو تا پایان امسال از 3 تا برسونم به 10 تا. من میخوام مامان بهتری باشم و امسال 3 تا کتابی که مطالعه میکردم رو بکنم 10 تا و یه دوره آموزشی فرزندپروری هم ببینم. مطالبی که مربوط به حسابداریه. تا الان میخوام حسابدار بهتری باشم و این مطلب خاص رو تا 1 ماه آینده مطالعه کنم. خب ببینید باید کامل اندازه گیری کنیم. من میخوام مثلا صادرات خرمای مضافتی رو به امارات به 5 تن در ماه برسونم. قابل اندازه گیری باشه. میخوام 4 تا که با عدد و ارقام باید اینو بیارم تو هدفم. میخوام 3 تا
دوره آموزشی ببینم، میخوام 4 تا کتاب بخونم. سوالی داریم تا اینجا؟ پس یک شد هدفمون مشخص باشه، کامل، دقیق. 2 قابل دستیابی باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، با عدد و ارقام نشون بدیم که داستانش چیه. بریم مثال بعد. قابل دستیابی باشه، بتونیم بهش برسیم، تو دایره توانایی‌های ما وجود داشته باشه. خب هدف باید واقع بینانه باشه، نه خیال. من الان یهو نمیتونم بگم من هدفم اینه پادشاه جهان بشم، خیلی هدف خیالیه مثلا. یا بگم من توی یک هفته میخوام 100 میلیارد درآمد داشته باشم. حالا من که درآمدم مثلا ماهی 20 تومن 30 تومنه، چطوری توی یه هفته بکنمش 100 میلیارد؟ خب پس هدف باید قابل دستیابی باشه، واقع بینانه باشه. مثلا من میخوام توی 3 ماه صادراتمو از 0 به اولین سفارش برسونم. یهو نگم من توی 3 ماه 10 تا مشتری پیدا کنم، چون کار سختیه دیگه. خب پس قابل دستیابی، خیلی روی نمیخوایم بگیم بلند پروازی نکنیم بچه‌ها، پله پله. ما وقتی هنوز توی مدار ماهی 10 تومن 20 تومنیم، یهو نیایم بگیم من از ماه بعد میخوام 100 میلیارد تارگت بزنم. وقتی فروشگاهمون مثلا ماهی 10 میلیونه، یهو نگیم من میخوام تولید محتوا کنم، تبلیغات کنم، ماه بعد فروشمو کنم 200 میلیون. پله پله مدارمون رو باید پله پله افزایش بدیم، یهویی نمیشه. قابل دستیابی باشه. باید ببینیم من منابع، مهارت و زمان لازم رو دارم توی یه هفته. اصلا من منابعش رو دارم درآمدمو یهو اینقدر زیاد کنم. من توی یه هفته میخوام مدرس ریاضی بشم، اصلا شدنیه؟ من مهارت ریاضی رو بلد هستم اصلا؟ پس باید اینا رو در نظر بگیریم. منابعش رو دارم، مهارتش رو دارم. مثلا من با منابع موجود توانایی ارسال 5 تن خرما رو در ماه اول و افزایش تدریجی تا 10 تن رو دارم. مثلا میدونم خب من 2 تا رفیق دارم که از هر کدومشون میتونم 2.5 تن مثلا خرما بگیرم، میشه 5 تن. این برای ماه اول من میدونم که اینو دارم منابعش. این میشه برای من قابل دستیابی هدفم. درست شد؟ بریم اسلاید بعد. مرتبط باشه با مسیر کلی زندگی و کسب و کارم هماهنگ باشه. من دوست دارم تاجر بشم بچه، واقعیت. دوست دارم کار صادرات و واردات انجام بدم. حالا در کنارش بگم خب من برم این کلاس بازیگری هم ثبت نام کنم. اصلا چه ربطی به هدف من داره؟ ولی این فن بیانه ربط داره. چرا؟ چون من باید برم مذاکره کنم. باید صحبت کردن بلد باشم، باید پرزنت کردن بلد باشم. باید بتونم خوب حرف بزنم که مشتری رو جذب کنم. درسته؟ پس هدفی که میذاریم باید با مسیر کلی زندگیمون همراستا باشه. سمیر اگه میخواد بلاگر بشه، فردا نره بگه من خب الان من کلاس نمیدونم شنا هم برم در کنارش، کلاس نقاشی هم برم. یه مسئله انگلیسی هست میگه اگه دنبال 2 تا خرگوش بدوی هیچ کدومو نمیتونی. یکی خرگوش اول برو دنبال یکیش بگیرش، بنداز تو قفس، بعد برو دنبال اون یکی. اگه هم دوست دارین چند تا کارو انجام بدین، یکی انجام بدین، نه همه رو با هم. کلاس شنا برم، نقاشی برم، بازیگری برم، فن بیان برم، یکیشو به سرانجام برسون، بعد برو سراغ بعدی. و از اونجایی هم که ما تایم زیادی نداریم تو زندگی، به هر حال عمرمون محدوده، نمیتونیم همه چی رو امتحان کنیم. باید اهدافمون، برنامه‌هامون تو یه مسیر کلی باشه. یک هدف بزرگ نهایی برای 10 سال آینده من اونجا میذارم و میگم خب الان اینجا قدم اول اینه که من تحقیق کنم، آموزش ببینم. قدم دوم ارتباط بسازم. قدم سوم محصول پیدا کنم. قدم چهارم مشتری مثال میزنم. به این شکل باید بریم جلو. پس هدفمون باید با مسیر کلی زندگی یکسان باشه، در یک راستا باشه، همراستا باشم. میخوام تو 1 سال استاد پیانو بشم. حالا هدف من صادراته.
این منو کلا از برنامه هم عقب میندازه. این مدلی نباید هدف گذاری کنیم. باید این سوالو هر موقع میخوایم هدف گذاری جدیدی انجام بدیم سوالو بپرسیم آیا این هدف منو به اون هدف بزرگم نزدیک میکند یا نه. من الان 2 تا کارو دارم انجام میدم. یکی تولید محتوا، فن بیان و فروش. اینا هر دوتاش به کاری که میخوام در آینده انجام بدم مرتبطه. چون من برای کارم نیاز دارم در فضای مجازی تبلیغات کنم، تولید محتوا کنم و نیاز دارم با مشتری صحبت کنم، پرزنت کنم، مذاکره کنم. پس 2 تا کاری که الان دارم انجام میدم با هدف بزرگم همراستان، جدای از هم نیستن، همدیگر رو دارن پشتیبانی میکنن. درست شد؟ بریم اسلاید بعد. دارای زمان مشخص باشد. وقتی که ما زمان رو مشخص میکنیم، یه ددلاین مشخص میکنیم، انگیزه میگیریم بیشتر. مثلا من این کار رو باید تا هفته آینده انجام بدم. من این دوره آموزشی رو باید تا 1 ماه آینده تمومش کنم. این کتاب رو باید ظرف 2 هفته بخونم. ددلاین مشخص کنیم. فاصله زمانی که از الان میخواین شروع کنیم تا کی، اینو باید مشخص بکنیم. میخوام یه روز صادرات، یه روز، حالا من میخوام یه روز حسابدار بشم، من میخوام یه دوره فرزند پروری ببینم، من میخوام مجری بشم، حالا یه روز. من دوست دارم بلاگر بشم. کی؟ باید زمان بندی براش مشخص کنیم. حتما تا پایان آذر 404 من میخوام اولین محموله خرما را به امارات صادر کنم. پس براش باید زمان بندی در نظر بگیرید برای هدفتون. هر کاری که میخواین انجام، از خوندن یک کتاب ساده تا خریدن یه لباس یا نمیدونم خریدای خونه، زنگ زدن به دوستتون. حالا زنگ میزنم به دوستم احوالشو بپرسم. کی؟ مشخص کنید. این تو همه ابعاد زندگی به کارتون میاد واقعا. این کار رو انجام بدید. زمان باعث تعهد میشه. خب؟ از زمان باعث تعهد میشه. بریم اسلاید بعد. هدف، جمع‌بندی کامل. توی مثال مثلا میگم از 1 مهر 404 شروع مذاکرات با مشتریان اماراتی آغاز میکنم. از 1 مهر شروع میکنم به مذاکره مشتری پیدا کردن. تا 30 آذر اولین محموله 5 تنی خرما رو صادر کنم با هدف ورود به بازار صادرات و توسعه بیزینس خرمای جنوب کرمان. هدفم کامل مشخصه، قابل دستیابیه، مرتبط با کل زندگی، زمان بندی داره. درست شد؟ برگردیم اسلاید اول. پس هدف مشخص باشه بچه‌ها، قابل اندازه گیری باشه با عدد و رقم. میخوام فروشم رو 10 میلیون بیشتر کنم، نمیخوام فروشم رو بیشتر کنم. چقدر میخوای فروشتو بیشتر کنم؟ خب قابل دستیابی باشه، رویایی نباشه، فضایی نباشه. وقتی ما تو مدار 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 50 تومنیم، یهو نمی‌بینیم اینو 100 برابرش کنیم. پله پله باشه، مرتبط باشه با مسیر کلی زندگیم، همراستا باشه و در آخر هم دارای زمان مشخص باشه. ددلاین براش تعیین کنیم. زمان باعث تعهد میشه. سوالی داریم؟